در عزیزآباد ولسوالی شندند هرات 90 غیر نظامی کشته شدند. در پی این حادثه ده‌ها تن از مردم منطقه عزیزآباد ولسوالی شندند به خاطر کشته شدن تعداد زیادی از افراد ملکی بر اثر بمباردمان نیروهای آمریکایی دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات زمان در منطقه عزیزآباد شندند هرات آغاز گردیده است که در حمله هوایی نیروهای آمریکایی جمعه شب بالای باشندگان این منطقه بیش از 90 تن از افراد ملکی کشته. من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم، مؤمن خدا جویم، دشمن تعدایم، قاطع و مبارزم، یار دین و دنیایم. خب چی عجب از این طرف ها یاد از ما کردیم. سلامت باشیم، زنده باشیم. شما همیشه به یاد ما هستیم. که بزن هنوز هم اصلا کار سابق کنی. اونو اگر راست رو بپرسیم از کار سابق و خسته شدیم. از بسته که به مردم خونی آخرت یاد. آل شکر خدا الحمدلله صلح و امنیت شده. میگم آبم که مای حیاته. حالا چاکنی نکن. راستی شما چه کار میکنی؟ والا ماما بس که تبوت یاد کردم خسته شدم. شکر خدا هر روزی که صلح و امنیت اومد. حالا به جای تبوت در کلکین تیار میکنم. میز و چوکی تیار میکنم. باز از همه مهمتر قالب خشت تیار میکنم. آخه تا خشت نباشه در بیدی هم نیه. راست بابا